سلام به روی ماهتون. منو محکوم کردن به اینکه خبرنگار جنجالی باز اومده با ویدیوهای زرد میخواد طب سنتی رو بکوبه. این ویدیو رو بریم ببینیم، بعد برگردیم جواب این دوستانم بدم که حرفشون بی جواب نمونه و بدونن من حرفی رو غیر علمی و غیر کارشناسی نمیزنم. گوشت گاو مزاجش چیه؟ میگن که سرده. کاملا اشتباهه. گاو گوشتش گرم و خشک. مردم عزیز، ما چیزی تحت عنوان طبع سرد و گرم در هیچ غذایی نداریم. یه بار برای همیشه اینا رو از ذهنتون بشورید بریزید دور. شاهین صمدپور، خبرنگار جنجالی که چند وقتی با ویدیوهای زرد سعی در تخریب طب سنتی داره. من میتونم این فردی که این حرفو زده رو به یزد دعوت کنم. یک هفته صبحانه نهار شام بهش ماست و ماهی و ترشی میدم. اصلا حالی داره که این حرفو تکرار بکنه دیگه یا نه؟ کتاب هاریسون تو قسمت کامپلیمنتری مدیسین اسم اصلا طب ایرانی تحت عنوان پرشین مدیسین ذکر شده که تحت عنوان حکمت عنوان میکنه. بحث سر اینه که یک طبع بالقوه داره، حالا هر ماده‌ای که وجود داره، خوردنیایی که هست، یکی فعلیه که روی بدن انجام میده. اینا با هم فرق میکنه. و کسانی که میگن که آقا شما تکلیفتون با خودتون روشن نیست، این منابع دکتر کردافشاری اومده صحبت کرده و این اطلاعات پایین و بیسوادی خود اون افرادی که نمیدونن اصل داستان چی هستش. گوشت قرمز به صورت طبیعی طبعش گرمه، کاری که روی بدن انجام میده یه چیز دیگه است. این اصل داستانه که مصلح داره، با مصلحش باید مصرف بشه. یه چیز عجیب غریبی نبود نه جنجال بعضیا به پا کردن. دیگه کارشناس که نیستن، کاره نیستن. فرمودید که من بیام یزد اونجا با هم ماهی بخوریم با ماست. اولا ممنونم از دعوتتون، ولی خب من سالهاست توی تهران این کارو میکنم. ماهی که میخوام بخورم کنارش ماست میخورم، از اون مهمتر دوغم میخورم. کلی هم عالیه، هیچ مشکلی هم برام ایجاد نمیشه. میدونید بعضی فکر میکنن که مثلا یهو من در مورد یه چیز صحبت میکنم یه خصومتی دارم، احتمالا مثلا یه طبیب طب سنتی مثلا یه کاری کرده بلای سر من خورده، من یه مشکل شخصی با این دوستان دارم، یا حالا از یه جایی یه پولی گرفتم واسه اینکه مثلا طب سنتی رو در ایران زیر سوال ببرم. خیر، مثلا آقای موجی میگه اینا که کارشناس نیستن. من کارشناس نیستم، عرض کردم که من محققم، تحقیق میکنم و خدا رو شکر اگه تو این سالها اعتباری به دست آوردم از سر این بوده که حرفی رو تحقیق نشده به مردم نزدم. به خاطر این چند میلیون آدم دوست داشتنی کنارم مثلا تو صفم و معمولا حرفای من براشون معتبره. کار من چیه؟ کار من اینه که برم میخوام صحبت بکنم راجع به اینکه آیا خوردن ماست و ماهی با هم مشکلی دارد یا نه. برم تحقیق بکنم، بهترین مقالات روز علمی دنیا و معتبرشو بخونم، با 5-6 تا کارشناس این حوزه، کارشناس تغذیه، پزشک حاذق چه داخل کشور چه خارج کشور، با اینا گپ و گفت کنم، گفتگو کنم، نتیجه همه اینا رو بیام به شما بگم مردم خوردن ماست و ماهی با هم اشکالی ندارد، هیچ مشکلی برای بدن نداره. این حرفایی که از قدیم تو ذهن خانواده ها مونده که این سردیه اون سردی، اینا رو نباید با هم خورد، اینا منسوخ شده است. بذاریدشون کنار و حرفو بر اساس علم میزنم، نه بر اساس مثلا نگاه شخصی یا سلیقه خودم، یا اینکه شاید مثلا من ماهی رو با ماست دوست دارم یا دوست ندارم. حرف آخرم هم اینه، اگه جوونی تو خونه دارید، الان دنیای سرچ کردنه، گوگل همه چیز رو، بهترین منابع رو برای شما میاره بالا. از اون بالاتر الان هوش مصنوعی اومده، چت جی پی تی اومده، تو اینا راحت میتونید برید مقالات روز دنیا رو سرچ کنید، ببینید یک مقاله هست که توش این دوتا رو نوشته باشه خوردنش با هم مشکل داره. تو همه مقالات روز دنیا نوشته که خوردن ماهی و ماست هیچ اشکالی برای بدن نداره. یه آدمایی هستن ممکنه بدنشون به یک خوردنی حساسیت به آلرژی نشون بده، مثلا اگه سیب بخورن مثلا دچار معده درد بشن، ماست بخورن دچار مشکل بشن. اینا شرایط شخصی، ما نمیتونیم به عموم جامعه بسط بدیم. آلرژی یه چیز شخصی در یک فرد. نفر ممکنه بادوم بخوره آلرژی داشته باشه، ما میتونیم بگیم بادوم برای عموم جامعه خوب نیست نخورن. پس قصه اینه که خیلی از این تداخل‌های غذایی به اون شکلی که در طب‌های سنتی چه ایران چه کشورهای مختلف مثل چین و اینا میگن غلطه. اگر در پزشکی مدرن بعضی وقتا میگن بهتر از فلان چیز رو با فلان چیز نخورید، حالا که در مورد ماست و ماهی نه،
هر مورد یه سری میگن اینو باید نخورید به خاطر اینه که ممکنه جذب یکیش مقدار کمتر بشه، نه اینکه مشکلی به وجود بیاره. یعنی قدیمی ها ماست و با ماهی میخوردن، بعض وقتی یه ذره احساس خواب‌آلودگی بهشون دست میداد، فکر میکردن این اشکاله، فکر میکردن برای بدن بد مضره، این کارو نمیکردن. امروز علم میگه نه، اون احساس خواب‌آلودگی هم هیچ مشکلی برای بدن نداره. حالا یه آدم خاصی هست مثلا اگه این آدم ماهی میخوره دل درد میگیره، یا اگه ماهی رو با ترشی میخوره براش مثلا روی به قول معروف معدش اثر بدی داره، اون یه استثناست، برای عموم اشکالی نداره. من تو این چند سال هیچ وقت از غذا خوردنم فیلم نگرفته بودم. شما یه کاری کردید که من جلو دوربین ماست و ماهی رو بخورم، من اولین بار به خاطر علمم که شده جلو دوربین غذا بخورم. جای شما خالی، ان شاءالله شما مگه ماست و ماهی خوردید نوش جانتون بشه. بفرمایید.